باز هم پیشروی تغییرات هم به نظر میرسد. بیاید ابتدا از صاحبان میدان ما معرفی را آغاز میکنیم که اینجا هم دروازه‌بان راحت جباروف رقم 96، سهمت الله زاده علی جان رقم 20 کامران ابراهیموف، باز رقم 15 امین ادریس و کارگردان همین فرصت رو 20 منظور کردیم و صدای هشتک داور اینجا هم بلند می شود بهروز مرتضایف و ما اینجا هم ملکه به حیاتی هم با کم اشتباه راه داد. الچیبک اوی لحظه که دیگر بار داور مجبور است که به جریمه 11 متره اشاره کند. دروازه دسته خوجان تعیین میگردد. الچیبک رو بیاد ببینیم دیگر بار. فکر میکنم مقاومت بود و صلاحیت به خود آن همان کاری داور است. این ضربه رو بر میگرداند یا نه؟ بعد شرف جان صالح نه موفق شد شرف جان صالح و حساب رو باز کرد. دور هم مشاهد بودیم. انا همین ضربه اکنون برای موفقیت این لحظه اینه کلوب مرکزی ورزشی ارتش زن باز هم به خطاگی را داده احسان. شرف جان صالح اکنون با دروازه‌بان 1-1 میبراید. اوچیلو مبارزه را میخواهد در خط دفاع قوی تر سازد. فتح‌الله به این سمت خیلی توجه کرد و نهایتا هم موفق شده. خیلی و خیلی کمبیناسیون جالب و جالبترین لحظه در دور 16 هم گذاشت. بیا توجه میکنیم که چگونه شرف جان صالح اینجا هم فرصت فراهم آورد. یک منصوبه خیلی جالب و فتح‌الله هم اینجا فرصت یافت و چون انا همین زحمت شرف جان صالح فراهم برابست نداد. کامران میرزا نژاد، ادریس امین، فتح‌الله با دروازه‌بان متراسوف 1-1 نیست اما فرصت دارد که با پای چپ ضربه زند. یا این چی کارو، این چی رفتار است در دفاعی جوانانی کبودپوشی خوجان شهر در خشت خام آن بینده. فتح‌الله آن جوانانی که بیشتر مبارزه بردند اما اشتباهی که واقعا اینجا عالم جان کریموف کرد. فتح‌الله مجبور است که چون این خطاگی کند با اشتباه را دهد و تو وارد توری دروازه الکسی متراسوف گردد. سردیوک احسان بابایوف برگشت به خط دفاع وقتی که نتیجه 3-0 الکی ناکامی دست را فرا میگیرد. حالا که در قسم دوم بسیار فرصت ها انا همین طور ناظم بابا جانوف الکی زمینه را به وجود آورد و اکنون جریمه 11 متره را کی به نشان میرساند. علی جان کرامت الله زاده ضربه میزند. گل حساب 3-1 شد. حالا فرصت هست برای کبودپوش ها در قسم دوم. 30 دقیقه بیشتر وقت در اختیار دارند. دلیر یادگاروف از جریمه 11 متر حساب را تغییر داد. 3-1. امروز ما شاهد دو جریمه 11 متر شدیم، یکی در قسم اول به نفع فوتبال باز و نهایتا هم وقت انجام می‌یابد چون که الکی از وقتی اضافه هم 38 گذاری میکنیم. سلامت و سرفراز باشید تا به دیدار دیگر. خیر.